همین بعضی برادرها گوییم، یعنی همسرش وقتی که حقارت میکنه پدر و مادرش حقارت میکرد است. پدرت فلان کنه، مادرت نعوذ بالله. آخه پدر و مادر این چی گناه دارد برای شما؟ اگر دختر شما یا کسی دیگه میخواد میگه خب میفارد که دختر شما یا دیگر آدم حقارت پدرت فلان کنم، یا نمود حقارت ها که گفته نمیشد بعضیش زبان نمیگردد به بعضی حقارت ها. این از همه سبکش همین چیزی که من گفتم، بی نهایت حقارت های بیزیب. آخه پدر و مادر این زبان هر یک سخنی که تلفظ میکند روز قیامت جوابگری دارد. اتحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. شما سبک سپین داشتید و این در نزد الله تعالی وزنین است. اگر هر یک سخنی گفته آدم یک سخن میگوید غضب الله تعالی رو میبیارد، لیکن این آدم پروا ندارد که گویا گناه کرده باشد، پروا نکرده است که اون گپی بد گفته باشد. به سبب همین یک کلمه 70 سالینه راه به دوزخ پرتافته میشد. 70 سال رفته میگرد به چقوری، یعنی بی نهایت چقور. 70 سال میرد تا قعر جهنم به سبب یک کلمه. و این آخه همسرتان، مادری فرزندانتان، شخصیتی که شما را از حرام نگاه میدارد، به همین سبب شما از گناه دور می ایستید. شما به این ظلم میکنید، بعد به بالاتون دیگر آدم ها کافرها ظلم میکند، بعد میلینکی میشید در پیش اونا. فهمیدید؟ حالا حقارت های بدترش به شما بیگانه ها میکنه، رحم نمیکنه، به بالاتون ظلم میکند. چون که این قاعده مقرر در حیات دنیا، من ظلم ظلم، کسی ظلم کرد ظلم کرده میشه.